در 21 شهریور 1345 این آدم به دنیا اومده و در 23 شهریور 1385 به آرزوی خود جامعه عمل پوشانده. از کوچیکی دوست داشته بره به فضا و با این رویا شبا میخوابیده و دقیقاً 40 سال بعد به رویاش رسیده. در مورد کسی میخوایم صحبت کنیم که برای اولین بار به عنوان یک زن ایرانی به فضا رفت، خانم انوشه انصاری. سلام، من سمیرا هستم، در خدمتتون هستم با قسمت دیگه ای از میزگرد دیدگاه در کنار دوستان و همکاران خوبم زهرا جون و آزاده جون. سلام، منم آزاده هستم. خوشحالم که توی یه قسمت دیگه میزگرد دیدگاه با شما همراه هستم. سلام به دوستان عزیز، زهرا شاهمادی هستم و خیلی خوشحالم که امروز در مورد یه بانوی ایرانی می‌خوایم صحبت کنیم. سپیده هستم از تورنتو. البته الان به طور موقت اومدم در ایران و خیلی از این بابت خوشحالم. من کوچ ارتباطات هستم و بهبود روابط، عضو ICF. باعث افتخاره که مثل هفته‌های قبل در خدمت شما عزیزان، بیننده‌های عزیز این برنامه برای ضبط یه برنامه عالی دیگه در مورد خانم انوشه انصاری. مرسی عزیزم. واقعا خیلی جالبه که بعد از 40 سال تقریبا تو همون زمان تونسته آرزوشو عملی کنه. یعنی 21 شهریور به دنیا میاد، 23 شهریور 40 سال بعد میره فضا. خانم انوشه انصاری در مشهد به دنیا میاد در سال 45 و در سن 18 سالگی با خانواده‌اش با آمریکا میان. رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد در زمینه مهندسی الکترونیک آموزش میبینه و مدرک فوق لیسانس رو اتفاقا از جورج واشنگتن میگیره. دانشگاه بسیار بنامی هست اینجا و خب همیشه دلش میخواسته به فضا بره و همیشه دنبال کارهای جدید و نوآوری بوده که به حال رسوندش به اینجا که به فضا میره. فقط چیزی که دوست دارم بگم، همین که گفتین 40 سال بعد به آرزوش رسید، اون موقع که بچه بود وقتی که میرفت خونه مادر بزرگ پدر بزرگش میخوابید به آسمون نگاه میکرد و در واقع یکی از آرزوهاش این بود که به فضا بره. و جالبه که چیزی که نوشته بود خیلی از کارهایی رو که قبلا انجام نمیداد به خاطر رفتن فضا اونا رو انجام داد و این نشون میده که خب چقدر مهمه وقتی که ما میخوایم رویاهامون رو دنبال کنیم خب باید یه سری سختیام براش بکشیم. یکی از اونها یاد گرفتن زبان روسی بود. من فکر نمی کنم یاد گرفتن زبان روسی چیز کار ساده ای باشه، به خاطر اینکه در واقع خلبان اون فضاپیما و اینا روس بود و این خانم باید زبان روسی رو یاد میگرفت و خب این قسمت برای من خیلی جالب بود که آدم برای دنبال کردن رویاهاش باید بالاخره یه سری سختی ها رو هم تحمل کنه. انوشه انصاری در واقع مثل خیلی از مهاجرای دیگه وقتی وارد کانادا میشه، وارد آمریکا میشه، با همون مشکل حالا زبان دست و پنجه نرم میکرده و بعد دانشگاهی که میخواسته بره اول میره توی فکر کنم یه دانشگاهی که یه رشته فضانوردی شرکت میکنه ولی قبول نمیشه. بعد میگه خب حالا دیگه الان چیکار بکنم و میاد رشته برق رو انتخاب میکنه، مهندسی برق و رایانه رو انتخاب میکنه، میخونه و بعد ادامه میده. ولی این رویای همیشه براش وجود داشته دیگه، یعنی همیشه فکر می‌کرده که چیکار کنم، این پس زمینه ذهنشون بوده و به خودش میگفته خب من باید که در واقع آدم قوی بشم اگر که میخوام حالا نهایتاً به فضا سفر کنم. و میره خب حالا با همسرش آشنا میشه، اون شرکت خودشون رو میزنن و بعد میتونن شرکتشون رو به عدد خیلی بالایی فکر کنم $8 میلیون بفروشن و خیلی کارهای مالی شروع میکنه و انجام دادن تا اینکه یک آدم قوی از نظر مالی بشه، چون میدونسته اگر بخواد بره فضا یا باید ساینتیست باشی یا باید آدمی باشی که بالاخره در زمینه علم فضانوردی تحصیل کرده باشی که خب حالا نتونسته بود بره تو اون زمانی که دوست داشت بره، یا اینکه باید از نظر مالی قوی باشی تا بتونی به عنوان همراه
در واقع کمک فضانورد بری و وارد حالا اون سیستم بشی. این چیزی بود که تو ذهنش پرورشش داد برای سالها، همونطوری که گفتی برای 40 سال تو ذهنش نگهش داشت و هر کاری که میکرد در جهت این بود که به آرزوهاش برسه. دقیقا درسته. میدونی که بعد از اینکه مدارک تحصیلیش هم میگیره، در کمپانی کامکست و MCI که اینا زمانهای کمپانی معروفی بودن اینجا، شروع به کار میکنه که بعد همونطور که زهرا تو گفتی سال 1372 که تقریبا معادل با 94 میلادی با کمک همکاری همسرش حمید انصاری و برادر شوهرش امیر انصاری اون شرکت معروفشون رو تأسیس کردن که شرکت تلکام بیشتر بوده که به عنوان TTI اسم گذاشتن روی این شرکت. و به دلیل موفقیتش در همون شرکت در سال 2000 انوشه انصاری جایزه اولین کارآفرین ملی ایالات متحده آمریکا رو گرفت و مجله فورچون هم در سال 2001 اون رو جزو تاجرای موفق خودش ذکر کرد و ازش نام برد. و خب اینا خیلی جالب بود و این واقعا نشون میده که اون چیزی که آدم بخواد و پشتش بذاره و به قول آزاده جون تغییرات لازم رو هم در اون جهت بده، قطعا بهشون دست پیدا میکنه. و میدونی یه چیزی مثل تد تاک هم که توی ایران فکر میکنم تدکس ایران، آره ایران هم راه انداخت. نمیدونم تفاوت داره با تد تاک اینور تدکس ایران؟ اطلاع داری زهرا؟ همون مدلی میان صحبت میکنن دیگه، یه موضوعی که خب روش تحقیق کردن همون شکله، فارسیه. ولی 11 glorious days in space, and I experienced a freedom that I have never ever experienced before. It was an amazing feeling when I was orbiting the Earth every 90 minutes and looking out the window and seeing this beautiful Earth. There was this life and energy that I could sense from our planet. And I was looking down on Earth and I could not see any borders. I could not tell the cities and countries apart from each other. Walls had no meanings. There was nothing dividing us. And when I was looking down on this beautiful image, I was hoping and wishing that everyone on the planet could see it. And they could see how we're all citizens of this one planet. We are all the astronauts in this beautiful spaceship we call Earth going through the universe. And how this would transform their lives. میدونی که اون سالم قرار نبوده، اون زمان قرار نبوده به فضا بره، زمانش یه زمان دیگه بوده، ولی اون شخصی که برای این کار خودش رو نامینیت کرده بوده که با اون پرواز در واقع با اون فضاپیما به فضا بره پرواز و نمیتونه بره به دلیل مسائل پزشکی اپروو نمیشه که خب وقت قرعه به نام این خانم میفته و 4مین نفری بوده توی دنیا که خودش هزینه رفتن به فضاشو پرداخت کرده. بکنم 20 میلیون دلار میده که بره. آره خیلی زیاد بوده، عدد گنده‌ای بوده. آره 20 میلیون دلار میده. ولی جالبه که یه بار دیگه مثلا 2 سال قبل همون تاریخ میاد اپلای میکنه، دوباره قبول نمیشه به خاطر شرایطی که داشته. میدونی که وقتی میره توی فضا توی چند تا آزمایش و تحقیقات شرکت میکنه، توی چند تحقیقات پزشکی و همچنین تحقیقاتی که روی فضا نوردایی که توی شرایط خاصه هستن تو اون شرکت میکنه. و البته خب کسایی که میبرن اغلب به این دلیل میبرن دیگه، حالا کسایی که دیگه ساینتیست نیستن. در ضمن هم میدونی بعد از اینکه از فضا برمیگرده یه بنیاد خیریه هم راه میندازه به نام بنیاد اهورا. اینم با کمک همسرش اینو راه اندازی میکنه و جوایزی که گرفته خیلی زیاد بوده. همونطور که گفتم عنوان کارآفرین برتر رو میگیره از سوی مجله زن شاغل در آمریکا در سال 2000. در لیست تاجران موفق قرار میگیره در مجله فورچون. دریافت نخستین جایزه نوآور سیمونزو که سالانه به کارآفرین‌های موفق زن داده میشه در زمینه فناوری در سال 2009 میگیره. اخذ دکترای افتخاری علوم از دانشگاه جورج میسن در 20 دسامبر 2012 و همچنین دریافت جایزه ملی پیشگامان فضا مال ایالات متحده آمریکا رو میگیره که در سال 2015 اینو بهش اهدا میکنن. و واقعا من که اینو میخوندم مطالعه میکردم شاید اونقدر نسبت برنامه‌های قبلی ما همینطور صفحه به صفحه ویکی‌پدیا پر نبود، ولی به هر حال به عنوان یک زن ایرانی خیلی به من این افتخار رو داد و خیلی احساس خوب در خودم کردم که یک زن ایرانی تحصیل کرده اینطوری خودش تونسته موفق شده این کارو بکنه و کاری رو کرده که اصلا من نیست حالا مثلا من نوعی کی برم به فضا. خیلی جالبه. خیلی جالبه به نظر منم، مخصوصا که اولین فضانورد ایرانی، یعنی که
بره و تازه اون اولین خانومم باشه. خیلی جالبه. و یه چیز دیگه هم که برای من در واقع خیلی جای تأمل داره اینه که 40 سال بعد از اون که در واقع یعنی اون رویا همونجور 40 سال پس ذهنش بوده و انگار مثلا قدم به قدم همونجور بهش نزدیک شده. این شاید یه درس خوبی برای ما داشته باشه که همیشه فکر نکنیم که حالا مثلا دیگه رویا تموم شد و دیگه نمیتونیم بهش برسیم. یه موقع ممکنه 40 سال طول بکشه ولی واقعا ارزش داشته به عنوان تجربه اینقدر هیجان انگیز که شما بری فضا و خب این تجربه رو داشته باشی. اینه که واقعا آدم باید اینجوری فکر کنه، طولانی مدت فکر کنه. اگه یه رویایی داره فکر نکنه اگه 1 سال 2 سال نه 10 سال بهش نرسید دیگه نمیرسه. این به نظر من اشاره کردی آزاده جان. اتفاقا این تو فرهنگ ما خیلی زیاد هم هست. دیدین وقتی یه کار رو میخوای بکنی میگن، فکر کنم اتفاقا من و شما یه بار لایو در این مورد با هم داشتیم، ترس از قضاوت مردم که مثلا از یه سنی گذشته دیگه حالا رویاته که رویاته یا هر چقدر که میخوای دیگه تو سن و سال ما نیست. به خصوص تو فرهنگ ما خیلی زیاده، شاید بین خانوما بیشتر باشه دیگه. مثلا تو 3 تا بچه بزرگ داری، وقت این کارا نیست، وقت این حرفا نیست. قضاوت‌های بیجا و اون ترس از قضاوت شدن خیلی واقعا جلوی ما رو موقع میگیره و یه راه خوبیه این چیزا، داستانای اینطوری که مسیر رو یاد بگیریم که بتونیم با ترسامون غلبه کنیم و واقعا بریم دنبال رویاهامون. حالا هر چقدرم که تایید بقیه رو نداریم یا ساپورت اطرافیانمون نیست اشکالی نداره. اگه واقعا اون چیزی که ما میخوایم، مثل این خانم که 40 سال بعد تونست رویاشو به واقعیت بپیونده باش و انجامش بده، ما هم میتونیم. ترس از قضاوت و ترس از دیر شدن و این باورای دست و پاگیر ذهنی نداشته باشیم. سمیرا جان، بقیه دوستان عزیزم، آزاده عزیز، زهرا جان، همه به نکات شایسته و ارزنده اشاره کردیم در مورد فعالیت‌های خانم انوشه و من هم به عنوان یک زن در درجه اول و یک بانوی ایرانی افتخار میکنم به داشتن یک چنین نازنین‌هایی در طول تاریخ. شما همیشه از من شنیدین عزیزانی که پای صحبت‌های من، لایف‌های من هستن، که من این رو مختص به جنسیت یا یک فرهنگ به خصوص نمی کنم. هر جای دنیا برای ما این عزیزان قابل قدردانی و تشکر هستن. انوشه عزیز از بچگی آرزوی کودکیشون دستیابی به ستاره ها بود و چقدر قشنگ این آرزو رو دنبال کردن تا جایی که به فضا برن و این خواستن و رسیدن به آنچه که میخواهن یکی از بارزترین نقاطی بود که خب من در این شخصیت برجسته برام جا داشت صحبت بکنم در موردش. و اینکه تصویرشون رو با همسرشون دیدم چقدر لذت بردم. این هم فرکانس بودن، هم انرژی بودن با محیط پیرامونشون طبیعتاً تاثیرگذار بوده. اشاره به پدرشون میشه، اشاره به مادرشون میشه و خانواده عزیزشون و اینها خب همه نکاتی است که جا داره که با تکرارش به خودمون اون قطعه هایی رو که تو زندگی خودمون یا به عنوان یک راهنمود برای دیگران میخوایم بازگو کنیم به خاطر بسپاریم و برامون اون معنای درست و واقعی خودش رو بتونه داشته باشه. نکته دیگه که چقدر واقع بین هستن در مورد پیامدهای سفر به فضا. هر اقدامی میتونه یک سری ساید افکت میگیم تو مصرف دارو، یک سری در واقع مضراتی به دنبال داشته باشه و این مضرات کم نیستن در عزیزانی که به فضا میرن. باز جالب بود تو این مقاله میدیدم که ایشون در فرودشون به فکر می‌کنم قزاقستان مدت زیادی حدود 1 هفته در قرنطینه به سر بردن به خاطر اینکه بدنشون به اون حالت طبیعی که در واقع آری باشه از اون فشار زیادی که در فضا بهشون وارد میشد برگرده. خب اینها نکات قابل توجهی است. یک روحیه قوی، ریسک پذیر، به دور از ترس‌های معمولی برای دستیابی به آنچه که دوست داره و آنچه که در یک بار زندگی کردنش میخواد بهش دست پیدا کنه.
ببین من فکر کنم که حالا یه ذره این بحث رو باز بکنیم، چون الان یه خانم ایرانی 18 سالگی مهاجرت کرده و من میگم که ببین انوشه شاید از نظر من رفتم خیلی در موردش ببینم که مثلا یک استعداد خارق‌العاده داره، دیدم که نه، یه آدم معمولی مثل من و شما. یعنی از لحاظ هوش و استعداد آدم خیلی خاصی نیست، مثلا مریم میرزاخانی نیست. یه آدم متوسطه، یعنی هوش آدم باهوش ولی متوسط. ولی چند تا نکته در موردش هست. یکی اینکه مهاجرت میکنه، یعنی در هر صورت فضایی که داره، چون میگیم توی موفقیت اون محیطی که تو داری رشد میکنی توش خیلی اهمیت داره. اول از اینکه مهاجرت میکنه و به یه جایی پا میذاره به نام آمریکا که سرزمین فرصت هاست. حمایت خانواده‌شو داره و خانواده‌اش همیشه دارن ساپورتش میکنن و بعد با یک همسری آشنا میشه به نام فامیلش هم انصاری، اونم با اون اساسا فامیل اون گذاشته فکر کنم روی خودش. با اون آشنا میشه که خیلی بهش کمک میکنه توی حالا اون شرکتایی که با هم دیگه میزنن و کمپانیایی که با هم ثبت میکنن و موفق میشن. و من میخوام بگم که ببین همین انوشه تعداد زیادیش توی ایران هست، یعنی ما از این انوشه ها خیلی داریم توی ایران، آدمایی که میتونن به رویاهاشون برسن. منتها من اصلا نمیخوام بحث سیاسی بکنم که حالا خانم ها رو مثلا ما چه جوری باش بحث میکنیم، ضمن اینکه اصلا هر در واقع سیاستی که روی کشور تو هر کشوری حاکمه حاصل اون تفکر و کالچر که اون در واقع جامعه داشته. ولی من میخوام بگم که خانم ها، زن ها خیلی محروم هستن از اینکه بتونن باور بکنن رویاشون، خیلی محروم هستن. یعنی ببین اصلا برای یک زن شاید متصور نباشه که من اگر مثلا نتونستم برم فلان رشته رو بخونم حالا بعد بتونم از یه راه دیگه‌ای بهش برسم. و اینقدر این در واقع تحقیر شدن وجود داره توی لایه‌های جامعه ما، حالا نه فقط خانواده، بیرون خانواده، تو هر قدمی که میذاری. چون من خودم از اون آدمای بلند پرواز بودم همیشه و همیشه با این در واقع دست و پنجه نرم میکردم، یعنی دائم یک جنگ دائمی بود بین من و محیط اطرافم. من میخوام بگم که یه کار کوچولو ما میتونیم برای خانم‌ها بکنیم و اون اینه که مثل اون بچه‌ای هستش که شاید درسش خیلی خوب نیست ولی الان داره تلاش میکنه، چون الان خانم‌ها آگاه شدن، الان خانم‌ها میدونن که باید یه قدم جلوتر بذارن، نباید تو اون فضای امنشون بمونن، نباید گوش بدن به این صداهایی که از اطرافشون میاد که شماها کافی نیستین. مثل اون بچه‌ای که درسشو نمیخونه و الان تصمیم گرفته درس بخونه و یه نمره 20 نمیگیره ولی مثلا از نمره 10 شده 12 و ما تشویقش میکنیم به خاطر اون قدم کوچیکه. واقعا قدمای کوچیک خانم‌های ایرانی رو واقعا ببینیم، واقعا تشویقشون کنیم، بولدشون کنیم تا اون اعتماد به نفس از دست رفته‌ای که وجود داره. من فکر میکنم که واقعا این اعتماد به نفس باید برگرده به زنای ایرانی، باید وجود داشته باشه توشون. ما دیدیم توی برنامه که داشتیم اپرا بود، اپرا وینفری. خب اپرا یه زندگی وحشتناکی داشت ولی تو اون فضای جامعه آمریکا که دیگه اومده بودن گفته بودن که سیاها خب حالا با سفیدا برابر هستن، یعنی میخوام بگم تو اون فضای برابری تونست خودشو بالا بکشه، از استعداداش استفاده بکنه. این نکته رو باید واقعا در نظر بگیریم که هر چقدر که میتونیم به کوچکترین قدم‌های این خانم‌ها توجه بکنیم، هر جایی که هستیم. یعنی خودمون اگر دوستمون یه کار مثبتی میکنه و احساس میکنیم که این فرای اون در واقع اعتماد به نفس جمعیه، اون آگاهی جمعیه که خانم‌ها دارن، این رو بولد بکنیم، این رو بزرگ بکنیم. من فکر می‌کنم که این یه کاریه که میتونیم انجام بدیم برای اینکه انوشه انصاری‌های بیشتری در واقع سر بلند بکنن و ما بهشون بتونیم افتخار بکنیم. خیلی نکته خوبی رو زهرا اشاره کردی، برای اینکه میدونی این که تو میگی حالا یه مقداریش با فرهنگ و جامعه است، یه مقداریش هم واقعا فرهنگ خانوادگیه. یعنی حتی اینجا هم که
مایل ها از ایران فاصله داره، این ور دنیا آدم اینو میبینه. حتی تو خانواده های آمریکایی، نه الزاما ایرانی، میبینی که نه دختره یا حتی خیلی از بچه هاشون رو اجازه نمیدن که پر و بال پیدا کنن، برای اینکه اون آفرین. حالت از یه فرهنگ خانوادگی میاد. حالا ما چون هممونم تصادفی شد خانومیم و موضوع صحبتمون هم خانومه، 100% من تابع این هستم که آدم پشتیبانی کنه خانوما رو، ولی واقعا ما یه وظیفه داریم که ساپورت کنیم بچه ها، خانوما، پسرای خانواده هامونو که بتونن واقعا پروبالشون رو پروبال بگیرن، تو این آسمون آرزوهاشون بتونن پرواز کنن. این اجازه رو ما بهشون بدیم. اینقدر من مادر سعی نکنم خواسته های کمبودای خودم رو بچم پیاده کنم که من نتونستم حالا تو بکن. بس ببینیم اون خودش به عنوان یک شخص جدا چیکار میخواد بکنه. یه مقداریش ساپورت بیرون ما، هم تو که تو به قشنگی توضیح دادیه، و خب سنت های خانوادگی و اجتماعی. یه مقداری هم حالا اونی که داره ما رو الان گوش میکنه، اگه یه خانم تو ایرانه، اگه یه خانم تو آمریکاست و دچار این مشکل هست، خودش هم رو خودش یه جای سعی کنه. یعنی یه موقع هستش که اجتماع و خانواده تو هر چقدر سعی کنی اونا رو ادوکییت کنی، باز نمیگیرن اینو تو ذاتشون، تو باورایی که سالها و سالها تو ذهنشون جا افتاده. اون آدم خودش الان اینو بگیره به عنوان یک نشونه، اینو بگیره به عنوان یه زنگ خوش آهنگ بیدار شدن برای خودش، و واقعا فکر کنه دیگه نه من واقعا اینطوری هست داستان میره. ببین الان توی مثلا جوانایی که الان داریم میبینی، اینی که واقعا این باور کم کم داره شکل میگیره، یعنی این اتفاق داره میفته. من میگم ساپورت هم بکنیم، چون دقیقا خانواده هم آگاه شدن. من یادمه که 2 سال پیش بود، حالا یکم خانم اومده بودن یعنی حقوقشون رو بخوام بگیرن، هر میگفتن که اینا پدر و مادرای در واقع دهه 60 و 50 داشتن که الان اینا هستن. میخوام بگم که این اتفاق کم کم داره میفته. حالا تو همون جامعه، چون ما داریم در مورد حالا جامعه ایرانی حرف میزنیم، میگم که اتفاق کم کم داره واقعا میفته و ولی خیلی کوچولوئه، میدونید، یعنی باید بزرگترش بشه. باید میخوام بگم اون شخصی که این مشکل رو داره خودش الان یاد بگیره، همین الان بگه آقا نه من میخوام دیگه قربانی باشم، نه من میخوام اگه ساپورت یا دور و برم ندارم اصلا نمیخوام اونو، این باورا رو نمیخوام، نه قربانی ام، نه سرم بلا اومده، نه پدر و مادره که دانششو ندارن عصبانی ام سر اونا یا چیزی از اونا طلب کنم. ولش کن، خودم الان خود شمایی که میتونی داری میشنوی، جنریشن جدیدی، نسل جدیدی، واقعا اون آرزو رو دنبال کن. نمیشه هی آدم انگشت تقصیر رو بین اون بگیره، حتی به درست، حتی که واقعا تقصیرکار هستم من مادر، من جامعه، من نوعی، ولی شما خودت اینو اقدام کن دیگه. بگو قربانی نمیخوام باشم و واقعا دنبالش رو بگی. الان خانم انوشه انصاری 2 سری قبل ما خانم اپرا توی یه محیط دیگه با یه نژاد دیگه، اصلا ببین همش امکان پذیره دیگه. آدم فکر میکنه که فقط باید دیگه این حرفا رو آدم بندازه دور که سرم اومده و مثلا پیش اومده و خود آدم اقدام کنه. سخته ها، ولی شاید مثلا گوش دادن این برنامه 2 بار 3 بار به یکی این کمک رو بکنه که آره میکنم. We know that we can build a future that we want. So we want to build that future the way we can imagine, in a beautiful, wonderful way for all of humanity. One of my favorite poems by Karen Raven. Only as high as I reach can I grow. Only as far as I seek can I go. Only as deep as I look can I see. Only as much as I dream can I be. So dream big and go after your dreams. Thank you. نظر شما چیه؟ دقیقاً من یه چیزی که خیلی دوست داشتم بگم این بود که هیچ وقت فکر نکنیم که همیشه برای رسیدن به آرزوها یه راه وجود داره. گاهی اوقات مثلا همون که زهرا جون گفتش که اول میخواست بره از طریق ساینس وارد در واقع فضانوردی و اینا بشه، ولی خب قبول نشد. بعد اومد از طریق بیزنس و در واقع سرمایه گذاری وارد اون کار شد. و خب من داشتم به این فکر میکردم که ما همونطور که مثلا خیلی اوقات تو کوچینگ هم همینطوره، ما میایم مثلا وقتی که با کلاینت جلسه میذاریم هی بهش میگیم که خب دیگه چه راه حلی داری. خب اینجا هم دقیقا همون اتفاق افتاده. خانم انوشه وقتی دیده که از این طریق نمیتونه وارد بشه، گفته خب حالا بیام ببینم آپشنای دیگه هم چیه، خب حالا بیام از این طریق وارد بشم. همون که شما هم گفتیم مثلا قربانی نباشیم، خیلی درسته. مثلا اگه یه نفر این فیلینگو داشت که مثلا حالا تو اون قسمت قبول نمیشد، تو قسمت مثلا ساینس قبول
نمیشد ممکن بود بیاد هی خودش رو سرزنش کنه، خب حالا من که هوشش رو ندارم، من که نمیدونم فلانم، من دیدی چی شد، این همه زحمت کشیدم نشد. ولی این خانم اون حس قربانی رو نگرفته و اومده گفته که خب حالا الان چی کار میتونم بکنم. همونطور که ما همیشه میگیم مثلا بیایم بشینیم فکر کنیم که حالا خب با این شرایط الان چه کار میتونم بکنم. من فکر کنم اینم خیلی مهمه که ما همیشه فکر کنیم راههای مختلفی برای رسیدن به آرزوهامون وجود داره و اینو همیشه در نظر بگیریم. همونطور که شما هم گفتی درسته، حالا یه سری عوامل وجود داره مثلا که واقعی هم هست، نه اینکه واقعی نیست. مثلا جامعه محدودیت ایجاد میکنه، مادر پدر اون علمشو ندارن، باورهای غلط، سنتها، هزار تا عامل دیگه. ولی هنوز کلی راه حل هست که یکیش همین که شما گفتین، آدم رو خودش کار بکنه، خودش رو توانمند بکنه، خودش رو در واقع از درون بسازه و رو باورهای خودش کار کنه. اون باورهای کهنه که نه نمیشه، حالا اینجا اینجوریه، حالا سنم بالاست، و وقتی که روی این باورها کار کنه یواش یواش انگار میبینه مثلا همچون راه‌های یکی یکی داره باز میشه. و اینم به نظر من خیلی خوبه که آدم توجه داشته باشه. خیلی دقیقاً. عالی. این دیدگاهی تو دوست داشتم که گفتی چند تا راه امتحان کنه. من یه چیز دیگه فقط می‌خوام اضافه بکنم به این بخش که حالا توی خورده کلا زنونه شده و خانومانه شد، میخوام باز بهش اضافه بکنم این که ببین از یک طرف خب ما حالا اعتقاد داریم که باید خانوما رو تحویل بگیریم، خانوما کاری که دارن انجام میدن رو بزرگ بکنیم، ببینیمشون. ولی من خیلی وقتا میبینم که ما خود خانوم‌ها خیلی در واقع بقیه رو پشت سرشون بد حرف میزنیم و خوب نمیگیم، یعنی نمیبینیم اون کاری که انجام داده و تحقیر میکنیم و این خیلی پیش میاد حتی در یک کامنتی که مینویسیم. ببخشید زهرا، منظور اینه که من میخوام منظور درست متوجه شم. منظور اینه که ما به عنوان خانم‌ها رو ساپورت نمی‌کنیم. درست منظور دیگه. دقیقاً. آره مثلا ببین حتی در یک کامنتی که ما زیر پستای مثلا یه خانمی که یه کار حالا متفاوتی کرده و واقعا شاید یه کار خوبی کرده، اینکه حالا مثلا فکر کردی چه خبره، مثلا حالا خیلی هنر کردی، من میخوام بگم که تک تک جملات ما روح دارن، حتی وقتی که تو کامنت نوشته میشن، حتی وقتی که میخوایم به یک کسی بگیم. این اثر پروانه ای هست که تو یه دل پروانه بال میزنه، اتفاق میفته، همه میتونن حسش بکنن. من میگم شروع کنیم از خودمون و هر جایی که میبینیم یک قدم کوچیک از یک خانم میبینیم همونجا زیر پستش برش بنویسیم، رد نشیم. اگر قراره مثلا امروز 10 تا پست ببینیم، اگر دوستمون یک کار کوچولوی مثبت انجام داده، یه خانمیه، یک دختر بچه است، چون من اینا رو میگم دختر به خاطر اینکه ببین این روح جمعی دخترها واقعا این احساس رو دارن که کافی نیستن و به شدت از بچگی این احساس بهشون داده میشه. حالا به همه، مثلا من روانشناس نیستم، نمیخوام حالا وارد اون بحثا بشم، ولی این حس ناکافی بودن انقدر زیاد داده میشه به ماها که دختر هستیم. من در مورد خودم حالا بیشتر میگم و میبینم که یعنی تو هر چقدر که آدم مثلا تلاشگری باشی، ولی دائما داری با اون جنس مرد مقایسه میشی، جنس مردی که یه سری مسئولیت‌های تو رو نداره، یه سری کارهای تو رو نمیکنه، در صورتی که اونا هیچ وقت با ما مقایسه نمیشن. اونا هیچ وقت شما نمیان مقایسه کنن که مثلا آیا یه مرد میتونه مثلا یک خونه رو از صبح تا بعد از ظهر بچرخونه، بچه‌ها رو نگه داره، بعد بتونه همه چی رو منیج کنه، همه چی سر جاش باشه، همه بچه‌ها صبح بلند شن برن مدرسه، شب بخوابن، ایمیل‌های مدرسه‌اش هم جواب داده باشه. میخوام بگم که اونا با ما مقایسه نمیشن. از این جهت که ما دائم داریم با اون جنس مرد، با اون موفقیت‌های مردونه از جنس مردونه داریم مقایسه میشیم، خودمون به عنوان یک خانم در واقع اینو ساپورت کنیم و بالا ببریم توی کوچکترین حرفایی که میزنیم. حتی همین لحظه‌ای که اینجا نشستیم واقعا از خودمون متشکر باشیم به خاطر همه کارهایی که کردیم، از خودمون متشکر باشیم و این کار رو ادامه بدیم برای همکلاسیامون، برای دور و بریامون، برای در واقع همکارامون، دوستامون، هر جایی که هر کسی رو می‌بینیم.
دقیقاً واقعا باید قدر بدون این جمع رو. من که قدردان شما عزیزان خیلی هستم، واقعا خیلی خوشحالم، خیلی لذت بردم از صحبت امروز زهرا، آزاده جون خیلی به نکات اشاره کردیم و واقعا باید خیلی موافقم زهرا. ما باید پشت هم باشیم، ما باید همدیگر رو ساپورت کنیم. حالا پست اجتماعی، تو اجتماع دیدن، بیرون دیدن، میبینی تلاش سر کار، میبینی همکار رو میبینی داره تلاش میکنه یه خانومه، و یادمون باشه که ما باید همدیگر رو ساپورت کنیم حتما. و همه ما بالاخره یه جایی تو زندگیمون قطعا اگه دنبالش رو درست بگیریم، راههای مختلف هم مثل حرفی که آزاده جون گفتن امتحان کنیم، قربانی نباشیم، هممون میتونیم یه انوشه انصاری باشیم، یه اوپرا باشیم، چرا که نه. من همیشه همینطوره. درست آرزوشو دنبال کنه، اخلاقی عمل کنه، قطعا به خواستهاش میرسه. و مرسی، خیلی برنامه لذت بخش، خیلی لذت بردم. منم دوست داشتم از بحث امروز منم خیلی دوست داشتم زهرا جون، مخصوصا این تیکه آخر که گفتی همیشه ما داریم با اونا مقایسه میشیم، اونا هیچ وقت با ما مقایسه نمیشن، خیلی به نظر من نکته جالبی بود و منم خیلی لذت بردم از صحبت‌های امروز و منم قدردان همتون هستم. مرسی عزیز که ما رو میشنوین یا میبینین. خوشحال میشیم برای ما بنویسین اگه کس خاصی هست که دوست دارین ما راجع بهش صحبت کنیم یا اصلا موضوع خاصی هست که براتون جذابه. برنامه مال شماست و ما دوست داریم که شما لذت ببرین ازش. به خصوص اگه خانم هستین یه پرتی اضافه داریم که حتما کامنتاتون رو اول بخونیم. آره همینطور. امروز خیلی دیگه جمع کردیم فمینیست خیلی فمینیست شدیم. مرسی دوستان. خدا نگهدار. خدا نگهدار.